اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه تمام حاضرین مجلس، دوستا گرامی، تشکر از اینکه برای ما وقت دادن تا ما بتانیم از طریق ازی بنیاد فرهنگی بتانیم بعضی مطالب و گپایی که داریم بیان بکنیم. عنوانی را که میخوایم امروز بالاش صحبت بکنیم عبارت از نقش و تفتیش داخلی در ادارات دولتی است. قبل از اینکه بیم برای بالای موضوع گپ بزنیم، یک بار می ساختارهای حکومتی را یک مرور میکنیم. ما و شما در قسمت ساختارها ما دو نوع ساختار داریم. عام، یک ساختار متمرکز است، یکی ساختار غیر متمرکز است. ساختارهای متمرکز ما عبارت از همون ساختاری است که یا رئیس جمهور یا شرایط فعلی را بگیم امیرالمومنین در رأس قوا و وزارتخانه تحت اثرش و ریاست الوزراست و در ولایات والیا است. تماما والیای ولایات، ریاست هایی که هستند در ولایات کار میکنن، تمام هدایات خود از مرکز میگیرن، یعنی بدون در جریان گذاشتن مرکز و هدایت گرفتن از مرکز کاری را نمیتونن انجام بدن. این شد ساختار متمرکز. ساختارهای غیر متمرکز که از در قسمت حکومت داری عبارت از ساختارهایی است که فرض کو رئیس جمهور در خود مرکز است، والی نمایندش فرض کو در ولایت والی است، نمایندش والی خودش مستقل کار میکنه، با هدایت از مرکز نمیگیره. این ساختار غیر متمرکز شد. حال از موضوع خود ما بیرون نبریم. تاثیر تفتیش داخلی در سازمان‌های دولتی، خود تفتیش به چه خاطر ایجاد شده؟ در قدم اول ما شما بهتر میفهمیم هر آن فعالیتی که انسان در او دخیل باشه، کمی و کاستی و خلا و نواقصات و این مسائل گپا بخوای نخواهیدش هست. بنان تفتیش داخلی یا در کل می تفتیش که ایجاد شده به خاطر ایجاد شده که دو هدف داره: مشوره و راهنمایی بده ادارات مسئولین اجرایی را و اطمینان بده از اجراات و کارکردهای ازیا به سطح رهبری. حال میم ساختار حکومت داری که فعلا داریم گپ میزنیم. ما دو نوع تفتیش داریم فعلا. یکی تفتیش اداری عالی تفتیش ما است که یا مستقیم تحت اثر ریاست الوزراء و امیرالمومنین کار میکنن، یعنی گزارشده به دفتر امیرالمومنین و رئیس الوزراء است. به این دو مرجع گزارش میده. فرض کو از ریاست دفتر امیرالمومنین و ریاست دفتر رئیس الوزراء شروع کی بررسی میکنه الا آخرین قدمه پسته ای که در یک لب سرک است. تماما اجراات و کارکردهای زیاره برای مراجع ریاست الوزراء و امیرالمومنین گزارش میده. در آخر سال قطعیه را گزارش میده: چقدر بودجه انکشافی داشتیم، چقدر بودجه عادی داشتیم، چقدر از این مصرف شده، مصرفی که شده مفیدیت، مؤثریت، مثمریت داشته نداشته. آیا باز او دو مرجعی را که گزارش میده برش با او تصمیم میگیره. اداره عالی تفتیش شما از معیارات انتوسای کار میگیره. انتوسای عبارت از یک نهاد بین المللی و اکادمیک است که در قسمت ساختار معیارا در ایالات متحده موقعیت داره. در قسمت ساختار معیارا برای تفتیش‌های دیگه ممالک کار میکنه و هر کشوری که میخواست اداره عالی تفتیشش عضویت از او را داشته باشه باید از معیارات از او چی بکنه؟ پیروی بکنه، استفاده بکنه.
در جلساتش اشتراک بکنه. حال خود تفتش داخلی را میم سرش بحث میکنیم که تمام وزارتخانه‌های ما 24 وزارتخانه داریم، ریاست‌های عمومی مستقل داریم در ساختار حکومتی فعلی ما. تمام این وزارتخانه‌ها ریاست‌های تفتش داخلی دارند. ریاست‌های تفتش داخلی ما مستقیم تحت اثر خود وزیر هستند. به خاطر مستقیم تحت اثر وزیر هستند که معینت‌ها داره او وزارت، ریاست‌های عمومی داره، مستقیم تحت اثر وزیر است که برای وزیر گزارش میده از کارکردهای داره و وزیر با خبر میسازه از اجرات و کارکردهایی که در خود وزارت شده. به حساب میتونیم عامیانه گفته از دخل خرچش. بنابراین تفتش‌های داخلی که است در کل از معیارات آیایی کار میگیرن، یعنی یک نهاد است به نام Institute of Internal Audit که این نهاد هم در هر مملکت نمایندگیایش هست و اگر بخوایم ما شما اما معیار از این مطالعه بکنیم 3 چپتر داره ای. او را به نام CIA میگن، CIA پیپر. 3 چپتر داره. این 3 چپتر از این عبارت است 1 پارت 2 پارت 3 پارت برای 9 ماه است. 3 چپتر 3 ماه است. این را مطالعه میکنی، میتونی که تو باز آمادگی بگیری آنلاین این را امتحان بدی. یک پیپر که آمادگی گرفتی امتحان دادید، میری به پیپر دوم، میری به پیپر سیوم یا چپتر سیوم. چپتر سیوم که خلاص شد تو دیگه باز یکی از اعضای خود آیایی میشی در سطح دنیا و تو یوزر مستقل داری، میتونی که دسترسی کامل به تمام سوابق، بعض معیارها و این مسائل گپا که از داشته باشی. تفتش‌های داخلی ما گزارشاتی را که از قطعات جزداما، از ریاست‌ها، معینت‌ها جمع‌آوری میکنن، این را مستقیم توحید میکنن و برای ریاست دفتر وزیر روان میکنن. وزیر این را مطالعه میکنه، مطابق سفارشات هدایت میده وزیر برای مرجع اجرایی. گزارش‌های تفتش داخلی نشر نمیشه به سایت ها، یعنی فکر کنم شکل محرم داره. هر آن چیزی که در درون اداره است تفتش داخلی برملا ساخت. وزیر با خبر شد، آخرین مرجع دیگه، بالاترین مرجع وزیر است، با خبر شد دیگه بیرون درس نمیکنه. ولی گزارشات اداری عالی تفتش ما سایت داره، در سایتش نشر میشه. هر آن عضو عادی یک جامعه میتونه که به سایت اداری عالی تفتش یا اون پیجش بره گزارشاتش مطالعه بکنه. فلانه ولایت، فرض که ولایت بدخشان اداری عالی تفتش دیده، از دفتر والی شروع الا نهاد آخرین مرجع که عبارت از ولسوال هست، اون بخشای تحت اثرش است، او را بررسی کرده. او باز گزارشات خود جمع‌آوری کردین، با او گزارشات خود روان کردین به ریاست الوزراء، او هدایت داده. اونو را میتونیم ما شما بهش دسترسی داشته باشیم، تو ما هر آن عضو عادی جامعه بتونه ایره دیده. در کل ما سر انواع تفتش گپ میزنیم. قبل از اینکه به انواع تفتش بریم میگیم تفتش خودش چی است. تفتش عبارت از یک فعالیت مستقل، بی‌طرف، اطمینان دهنده. به خاطر چی است؟ به خاطر آوردن بهبود در روند اجرات مسئولین. یعنی در کل خود مفتش مستقل به خاطری است که در امورات اجرایی نباید دخیل باشه. مثلا وزیر نمیتونه رئیس عمومی تفتشه در امورات تدارکاتی، لوجستیکی، مالی دخیل بسازه که او چه بکنن؟ امضا کنه در اوراق بهادار. اگر تفتش در مسائل اجرایی دخیل شد، با او وقت دیگه ما اما استقلالیتش چی میشه؟ سلب میشه. بی‌طرفیش چی میشه؟ دخیل میشه در پروسه. در پروسه دخیل میشه. بنابراین این شد تعریف تفتش. انواع تفتش داریم ما شما. ما نظر به قانون اداری عالی تفتش، یکی تفتش کامپلاینس داد یا تفتش رعایت قوانین مقررات داریم، یکی تفتش عملکرد داریم، یکی همو تفتشای خاص میگن، اسپیشال اودیت که میگن، از او داریم. تفتش کامپلاینس داد کدام نوع تفتش است؟
عبارت از تفتش رعایت قوانین مقررات است. وقتی که ما میریم به یک مرجع برای بررسی، ما اجراعات مسئولین با چی باید سر بتیم؟ با هدایات، اوامر، فرامین، احکام، مسببات، طرزالعمل ها، مقرره ها، قوانین، با یا باید در اجراعات مسئولین سر بدیم که آیا مطابق امیا معیاراتی که یا هستن مسئولین اجراعات کردین نکردین. اگر اجراعات کرده بودن خب خوب، انعکاس میدیم نقاط مثبتشان برابری. اگر اجراعات نکرده بودن باز ما و شما مجبور هستیم در اون قسمت برشان مشوره‌دهی و راهنمایی بکنیم و خود خطر یک تجزیه و تحلیل کنیم که خطر به چی اندازه است. باز اگر اموجا دفعتاً برای یک مشوره رفع میشد موضوع خود درست، اگر نمیشد ما شما مجبور هستیم مستندسازی کنیم، جمع‌آوری اسناد اوراق کنیم و ایره گزارش برای وزیر صاحب روان بکنیم، سفارش خود بدیم که وزیر در رأس اداره سر هدایتی که باز وزیر میده. تفتش کامپلاینس ادیت شد که فعلا تمام تفتش‌های ما کامپلاینس ادیت است در افغانستان. تفتش عملکرد چی است؟ تفتش عملکرد میم سرش بحث میکنیم که تفتش عملکرد چی است. یکی کامپلاینس ادیت بود، تفتش رعایت قانون مقررات بیان کردیم. دوم سر تفتش عملکرد. تفتش عملکرد عبارت از تفتشی است که تمرکزش بالای مفیدیت، موثریت و اقتصادیت است. به چه معنی که ما نیاز داریم 30 پای کامپیوتر خریداری کنیم 50 پای کامپیوتر، منابع را پول به جنس تبدیل کردیم، در حالی که 30 پای ضرورت داریم 50 تا خریداری کردیم، ولی میزی که ما 30 پای ضرورت داریم ما خریدیم 10 پای، 20 پای میز دیگه فعلا پیسه نداریم. تفتش عمل کرد که میبینه، میگه بیار ببینم اولویت بندی های تا اولویت بندی ها را دید، بیار میگه نیاز سنجی که کردی، چند نفر تو تشکیل داری، 30 نفر چی خریداری کردی؟ والا صاحب ما 50 پای کامپیوتر خریداری کردیم. چرا 50 پای کامپیوتر خریداری کردی؟ متشمیجه میگره بنان تو منابع را ضایع ساختی، اولویت بندی درست نبوده، تو اینجا اقتصادیت و مفیدیت موثریت مد نظر نگرفتی که فعلا در وزارتخانه های ما و شما این تفتش اجرا نمیشه. و فرض که ما در قطعه 3000 نفر تشکیل داریم، کمپل برای ازیا باید خریده شود 3000 تخت کمپل، ولی خریداری میشه برشان 2 چند. به خاطر چی میگه دیگه سالمون باشه موجه در دیپو باشه؟ ایره نمیگه که منابع دولت خو ضایع شد، احتمال داره سال بعدی ارزان شوی جنسی را که ما خریدیم، یا احتمال داره همی در دیپو رطوبت و نمی گپا داشته باشه همی از بین بره. یکی دیگه میم سر تفتش خاص گپ میزنیم. تفتش های خاص وقتی اجرا میشن که یک موضوع یک اطلاع میبره وزیر دهت میده کبی ریاست عمومی تفتش خوده که عاجل دینی مورد معلومات طبیبی مفتش مکتوب خودم میگیره، میره به اداره، میره به ریاست لوجستیک، فقط اونم یک موضوعی که در خود اطلاع بیان شده سر اونمو تاکید میکنه، جمع‌آوری اسناد میکنه، اصول اطمینان میکنه، دیگه بخشا را کار نداره که خود تیک بکنه. چون تفتش های خاص ما است و تایمشان قید میشه که در ظرف 3 روز گزارش بده، 1 هفته گزارش بده، و دیگه میگه که عاجل موضوع رو بررسی کنید در ظرف 1 هفته برای ما گزارش بده. مجبور هستیم شما سر هدفی که تعیین شده است و نموش میری و نمور میبینی و اطمینان حاصل میکنی، گزارش میدی. میم سر بخش بعدی ما در تفتش های داخلی ما کد آف اتیکس داریم یا کد اخلاقیات داریم. یک مفتش باید کد اخلاقیات بفهمه که عبارت از 4 است. کد آف اتیکس ما هم کد اخلاقیات یکی عبارت از محرمیت مفتش است، یکی صداقتش است، یکی شایستگیش است، یکی لیاقتش است. 4 اصل یک مفتش باید برای خود داشته باشه. یک، محرمیت، یعنی از تمام رمز و راز اداره تو با خبر شدی وقتی که رفتی برای بررسی. قانون برای تو اجازه داده که تو چیزی نیست که از مفتش محرم باشه.
مفتش دسترسی به تمام اوراق اسناد داره، چه محرم چه غیر محرم، قانون اجازه دادیش. ولی بازیجا تو را قید ساخته، تو را گفته که در کد آف اتیکس یا کد آف اخلاقیات اولش محرمیت است. مفتش باید محرمیت ها را حفظ بکنه. هر آن چیزی که در درون اداره بود مستندسازی کردی، گزارش نوشته کردی، خلاص شد دیگه، رفت به وزیر. نمیشه که در مجلس ها و جایا ششتی تا بعد دیگه باز قصه را شروع کنی که اینی رفتیم، اینی طور بود موضوع، اینی آدم اینی طور بود که اداره از پای افتیده بود که فلانی کار نمیکرد. سیکو محرمیت از خراب کردی. دوم صداقت است. وقتی که مفتش صداقت داشته باشه نمیتونه به فساد آغشته نمیشه و وجدانش بیدار می باشه، کاری که برش سپرده شده در قبال کار خود احساس مسئولیت می داشته باشه. سوم شایستگی داشته باشه، یعنی امی کاری که برش سپرده شده آیا شایسته ازی است که امی کار انجام بده یا نه. چهارم عبارت از لیاقت داشته باشه. در کل میم سر موضوع لیاقت بحث میکنیم. هر آن کسی که میخواهد در ادارات تفتیش داخلی کار بکنه باید فارغ پنزه حقوق، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، فارغ اینی پنزه ها باشه. به خاطر چی؟ یعنی کسی باشه که در بخش مالی و محاسباتی و خود اداره یک آگاهی داشته باشه که سبا روز اگر در درونی اداره رفت باید بیشتر مفتشین که از چی میکنن؟ اجرات تو انجام دادی، من میایم تفتیش هستم، من مجددا یک محاسبه میکنم کار کرده تو را. تو خب مثلا بخش مالی را راپور دادی، میمشانزش رفت بانک، پیسه در بانک آمده، پیسه گرفته شد، من میایم مفتش هستم، من می اجرات تو را دوباره یک تطبیقات مجدد میکنم که امی ارقامی را که تو شروع کردی آیا داخل امی ارقام یکسان مبره یا نمبره. اگر نبرآمد من مجبور هستم میره مستندسازی کنم، گزارش بدم. اگر برآمد بسیار گپ نیک است، خوب است، اون اجرات خوب شده، با وزیر هم خوب گزارش میدی، نقاط قوت تا برای وزیر انعکاس میده مفتش. در کل این شد کد آف اتیکس یا کد اخلاقیات. یکی دو موضوع بالای کنترولای داخلی و ما تمرکز داریم مفتش، خود تفتیش های داخلی. به چه معنی که هر ورقی که چی بادار باشه چه غیر بادار، اوراق بادار عبارت از اوراقی است که مسائل مالی در او درج است. چرا مثلا در یک حواله میم 16 5-6 نفر امضایش هست، مدیریت کنترل هم تاپی سرخش است و امضایش سرخش است؟ به خاطر چی؟ اگر قرار باشه که روند امور به یک نفر بسپاریم، خودش جور کنه، خودش امضا کنه، خودش بره پیسه از بانک بگیره، خب باز اینجا کنترل نشد. به چه خاطر ما مثلا پایین رتبه حواله را ترتیب میکنه، نوشته میکنه ترتیب کننده حواله، میاره به مدیر محاسبه میبینه، یک دفعه تطبیقات میکنه، امضا میکنه، میبره به آمر محاسبه امضا کرد، میبره به معاون ریاست محاسبات، او امضا کرد، بعد از اون میبره به کنترل که خلاص کرد کار خدا، یک تطبیقات شد، قلم سرخ خدا کش کرد، میبریش به رئیس اداره گپ نهایی را میزنه، امضا کرد، بازی افمس میشه. ثبت سیستم مالی افغانستان که عبارت از یک سیستم داریم که عبارت از افمس است. ثبت از او که شد، بعد از او باز یک فرم پرنت میشه، ضمیمه 16 مانده میشه، میره به ریاست خزائن وزارت مالیه ما. در ولایات اولا میره به مستوفیت بعد از آخرین امضایی که از والی صاحب گرفته میشه. ولی در مرکز ما و شما تمام وزارتخانه ها منفی ولایت کابل میاره به وزارت مالیه، اوجا با ریاست خزائن داریم و باز یک کنترل میکنن ایره. بنان در ادارات کنترل های داخلی نقش اساسی را داره. میگیم کی فساد میکنه، عامل فساد کی است، چرا فساد به وقوع میپیونده. یک وقت ما در پانتون امریکایی افغانستان اونجا بخش سیایی را میخواندیم، استاد ما را پرسان کردم که استاد باعث علل به وجود آمدن فساد چی است؟
گفت کسی فساد میکنه که در درون اداره هست، میفهمه که کنترولای داخلی که موجود است کدام قسمت ازی مشکل داره، میلنگه، نواقص موجود از دونم قسمت. یک او کوشش میکنه دست به فساد بزنه. با چه خاطر دست به فساد بزنه؟ که او وقت میگه رئیس ما ماش داره 1 لک، معاون ما ماش داره 70,000، آمر ماش داره 50,000، ما ماش میگیرم 10,000. صبح 8:30 بجه میایم در دفتر تا 4 بجه، حتی با وقت نان چاشتم مرا وقت نمیتن. وضو نماز بسیار به دوستی میکنم که تو زود میرم وضو نماز خودم میکنم. بنان ای در خانم زیر فشار میباشه. 3 علت باعث فساد ازی میشه. یکی توجیه فرصت است، انگیزه است. توجیه فرصت انگیزه را 3 چیز در کلی خود میگیره. فرصت میپالینم تو که کدام قسمت کنترل مشکل داره، میایه سره انگیزه برش میته. رئیس ما بدر چرا ایقا بگیرم، من ایقا میگیرم، کارم من میکنم جانم برآمده. 3 توجیهش میکنه، کاره که کد فساده که کد دیگه چی میگه، خوب کدم رئیس ما اینقدر ماش داشت، من اینقدر ماش، هنوزم باز کارم سرمه بود. بنابراین 3 عامل به خاطر به وجود آمدن فساد شد. فرصت، توجیه، انگیزه. بنابراین هرگاه این 3 عامل مد نظر گرفته شود فساد به وجود نمیه. گفتیم این فساد چه رقم از بین ببریم؟ فساد هرگاه بخوایم از بین ببریم، کتابایی را که مطالعه کردیم، دانشمندایی که گفتیم، سر کتابای محدوده، گفته از بالا شروع کن، از بالا شروع کن بیا پایین. مثلا در وزارت داخله، مثلا در وزارت شهرسازی مجبور هستی از ریاست دفتر شروع کنی، بیایی به معینیت ها، بیایی به ریاست های دفترش، بری به ریاست هایش، بری همو تو به ولایات. هیچگاه پایین رتبه به تنهایی خود فساد کرده نمیتونه. فساد با 1 نفر نمیتونه انجام داده. فساد تبانی میشه. تو حلقه با هم ساخته بافت میشه. تو براتون بگویم واضح ساخته بافت میشه. خود ترتیب کننده، تایید کننده و مرجعی که امضای آخری را میکنه میره، یا با هم یک تبانی میکنن. تبانی که شد یک حلقه که ایجاد شد، با او وقت دیگه زمینه فساد چی میشه؟ فراهم میشه، مساعد میشه، با اونمو تقسیم مکان میشه و اینمیست که باز دیگه اداره را موریانه واری خورده میره. فساد که به وجود آمد، هر مرجع، هر هموطن ما و شما که به او اداره مراجعه بکنه، طبعا به خاطر پیشبرد کارش اوجا باید پول بپردازه. پول که پرداخت، دل مردم از نظام، از دولت، از حکومتداری سیر میشه. دیگه کسی نام نیکه یاد نمیکنه. سابق یک مرجع میرفتی، مثلا نام نمیبرم، بخواستی کارت پیش ببری باید پول میدادی. بدون پول هیچ امکان نداشت. هیچ کمی بیخی رسمی هم بود دوسیت میگفت باش که اینو میره از زیر بگیرم سر بیارمش. بینما قدری که از زیر می آوردش در سر، تو را در نوبت از اونمو هم پیسه میگرفت از پیشت. دیگه اسناد قانونی بود، کدام مشکل نداشت، فقط از اونمو هم پیسه میگرفت. بنابراین گپ اساسی ما سرازی است که اراده است. در اداره اراده مهم است، همت مهم است. کسی که در رأس اداره است او باید در قسمت سیستم سازی ها، در قسمت پالیسی سازی ها، در قسمت طرز العمل ها، اما سهولت آوردن در روند اجرات کارمندای خود باید کوشا باشه، کوشش کنه. یعنی آمر در کل باید مادون نواز باشه. مادون نواز با چی معنی؟ کسایی که زیر دستشان هستن او را شفقت کنه. ما در این پروگرام ماستری ما که بودیم یک مضمون به نام HCM خواندیم، Human Capital and Talented Management، مدیریت سرمایه انسانی. دو میگه هرگاه یک کارمند زیر دستته منیس یک سرمایه حساب کردی، یکی سرمایه خو جنس است، پول است یا هستن، درست، در یک نهاد. یکی مهمتر از همه گفت از جنس پول
کسایی که تو ایجا استاف داری یا منابع بشری داری یا کارمندایی را که داری، اینیام سرمایه تو هستن. از پول جنس کده ای کارمندای برات بسیار مهم است، به خاطر که تو یار استخدام کردی، تو یار ترین دادی، در بخش ارتقای ظرفیتشان کار کردی، یار رشد دادی، یالی رسیدین. وقتی که کارمند در اداره را از خود فکر کنه، مثل که ما شما کار خودم میکنیم، نه بسیار با دقت امور زندگی خود پیش میبریم، بسیار با دقت میباشیم. حتی یک سودای لیست خانه را که میگیریم در یک دکان میریم که بسیار ارزان باشه، جنس ارزان و با کیفیت بالا بخریم. وقتی که ما شما اداره را از خود فکر کردیم، کارمند اداره را از خود فکر کرد، با عمرش بالای سرش باشه نباشه با دل جان کار میکنه، زحمت میکشه، عرق میریزانه، پشت تایم سیل نداره که 8:30 باید ما برم 7:30 بجه میاد دفتر، سیل نداره که 3 بجه آذری 3:30 مبره، 4:30 بجه مبره که آذری موزری جمع شده رفته، از بس که مصروف میباشه. بنان 2 کمپانی به فروش میرسید در ایالات متحده، در کتاب رو مثال داده بود. یک کمپانی بسیار اجناس و وسایل و وسایط و دیگه پا داشت. یک کمپانی دیگه اجناس و وسایل داشت به قدر کافی، ولی استاف داشت، منابع بشری داشت، کارمند داشت. او بود مثلا $100 میلیون امی که استاف داره و کارمندای داره که تعهد دارن به اداره خود، او یک وسایل و اجناس داره، او بود قیمتش $50 میلیون. از این پرسان کردن که او کمپانی سرمایه‌ش که جمع کنیم، تو چی داری که تو 100 میلیون نرخ کمپانی تماندی به فروش میرسانی، او 50 میلیون. گفت من استاف دارم، منابع بشری دارم، کارمندی دارم که به اداریم تعهد داره، اداره را از خود فکر میکنه، کار میکنه. گفتن بسیار خوب. با امور $90 میلیون خریدن، ولی همی کمپانی $50 میلیون کسی نخرید. بنان این بود موضوع ازی. در بخش صلاحیت ها و مسئولیت های مفتش میم. خود مفتش کی است؟ عبارت از یک کارمند رسمی اداره است که نظر به پروسه استخدام چی شده؟ چی حکمی، چی رقابت آزاد مقرر شده و هر کارمندی که مقرر میشه در ادارات برای خود لایحه وظایف داره. در لایحه وظایف صلاحیت ها و مسئولیت های کارمند مشخص شده. ما شما صلاحیت ها و مسئولیت های خود از لایحه وظایف خود میگیریم به خاطر چی؟ که تداخل نشه. یک تا میگه لایحه وظایف چی میکنی کار تکو؟ نه، لایحه وظایف باید ما شما داشته باشیم، مطالعه کنیم، بفهمیم، در کار آمر خود دخالت نکنیم، در کار رئیس خود دخالت نکنیم، رئیس ما در کار ما دخالت نکنه، تداخل نبیه، گدوادی نبیه در اداره. بنان وقتی که صلاحیت و مسئولیت خود فهمیدیم، برای خود یک پلان جور میکنیم. پلان خود که جور کردیم، اهداف خود در پلان مشخص میذاریم. پلانای خود 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه رو بار میتونیم گفته، 6 ماه میتونیم گفته جور میکنیم، مطابق از پیش میریم. و در قسمت خود پلانسازی، تفتش‌های داخلی و اداره عالی تفتش میان سر پلانگذاریش تا آغاز سال، قبل از اینکه سال پیش شروع بیاد، فرض که 14 سال قبل از اینکه بیاد در مایود یا یک ارزیابی خطر میکنن، یک کمیته تشکیل میشه. کمیته که تشکیل شد، این کمیته مختص از اهل خبره است، کسایی است که در اداره هست. مثلا ما 10 ولایت رفتیم، یک نفر دیگه 5 ولایت رفته، با یا گزارشاتشون یک مطالعه میکنن، گزارشات یک مطالعه کرد میبینه، باز امی کمیته ترتیب پلان سال پیش روی تفتش برای بررسی قدم ها این گزارشات مطالعه میکنه. گزارشات که مطالعه کرد یا باز پی میبرن که کدام ادارات یک ارزیابی خطر میکنن یا ریسک بیس منیجمنت میگن و از لحاظ خطر پلان خود جور میکنن. با 3 کاتگوری میدن. ولایاتی که اجراتش بسیار ضعیف بوده، مشکلات زیاد بوده، او را در خطر سرخ میگیرن، در اولویت میگیرن که باید در سال پیش رو هر چه عاجل مفتش ما باز برای در ادارات او را بررسی بکنه.
باز کاتگوری دوم ولایاتی که نسبتاً خوب است او را زرد میگیرن و ولایاتی که اجراتشان خوب بوده او را سبز میگیرن. بنابراین در قدم اول پلان که جور شد، پلان رئیس اداره تایید میکنه، رئیس تفتش داخلی. پلان میره به دفتر وزیر، پلانای اداری عالی تفتش میره به دفتر رئیس الوزراء یا امیرالمومنین. پلان که منظور کرد این حیثیت یک سند رسمی را برای خود میگیره و مطابق اونمو پلان منظور شده مفتش با صلاحیت نامه میگیره، مکتوب میگیره، میره کدام ادارات در قدم اول باید ببینه که تهدید خطر بلند داره، اما خط سرخ است برش، او را باید ببینه. در اداره میره مفتش شما چی میگیره برای خود؟ صلاحیت نامه گرفت. صلاحیت نامه خود گرفت، برای خود باید یک پلان جور بکنه. در ساعت رفت پلان خود چی بکنه؟ یک دفعه ببینه، با خود ساختار اداره آشنایی پیدا بکنه. پلان خود که جور کرد، پلان عملیاتی خود یا پلان ساحوی خود میگیم، اولویت بندی بکنه که از کدام مدیریت، آمریت، ریاست، معاونیت من شروع بکنم، با کجا ختم بکنم، با چی شکل تیت بکنم خدا، با چی شکل پس دوباره جمع بکنم خدا. این بسیار مهم است. و هر اداره پلان باز که منظور شد میره به وزارت ریاست ها، معینت های خودم و وزارت خانه مکتوبی میره که اینی آیت ها دینی رو میان بجان ما و شما باید آمادگی خود داشته باشیم. بازو آمادگی خود می داشته باشن و مفتش میره و ساعت بررسی میکنه، میبینه، گزارش خود باز می انعکاس میده. دیگه اینی موضوعات بود دامنی تفتش. یک گپ دیگر هم اشاره بکنم، هر بررسی را که یک مفتش میره به یک قطعه برش یک سمینار است، هم از اندوختهای خود برای مسئولین انتقال میتن، اندوختهای خود برای مسئولین اجرایی، هم از مسئولین اجرایی اندوختهای از وارا میگیره، هم با ساختار اداره بلدیت پیدا میکنه، هم ساختارها و مسائل گپای دیگه را که یاد داره برای مسئولین میگن. یعنی همون گپ میشه که هم افهام میشه هم تفهیم میشه. بنان تفتش کسی که میخواد یک مفتش شود باید تماما قوانین، طرز العملا، راهنمودا، به خصوص فرامین، احکام، هدایات، اوامر در او اداره مطالعه بیشتر باید یعنی داشته باشه در کل، به خصوص بالای ساختارا. مثلا ما شما میخوایم یک موضوع را بررسی بکنیم. موضوع چی را؟ موضوع را میاریم سر بسیار ساده، نمیریم به دیگه جزئیات که باز براتون مشکل نشه. میریم سر بخش معاشات. وقتی که مفتش ما نفهمه که آغاز بنیاد کار از کجاست، از تاریخ منظوری است، نه؟ وقتی که منظوری میاره نفر، فرض کن یک کارمند ما احمد است، احمد باید بخوایم ماشش ببینیم، ای آدم میگه ما ماش نگرفتیم، ورقه عرض میاره به تفتش. وزیر صاحب راجع میکنه که 3 ماه ماش احمد داده نشده. تو یک مفتش هستی میری به صاحب ببینی، باید از کجا شروع بکنی؟ تو باید می سایکل یا روند باید بفهمی. با چه معنی؟ از خود تاریخ منظوریش از پیژن میخوای، میبینی نامش در دفتر آذری است، شامل تشکیل منظور شده است، بعد از او آذری را مطابق آذری خود امضا کرده نکرده، باز راپور دادش پیژندش یعنی به مالی راپور هم داده، استحقاق جور شده نشده، شامل استحقاق نام احمد است نیست، استحقاق رفته کنترل شده، توحید شده، 16 شده، 16 ازی افمس شده، افمس ازی رفته وزارت مالیه، اوجا چک شده، چک رفته به بانک، راپور بانکی را میخوای، میبینی که شامل راپور بانکی نام از آدم است نیست. اگر شامل راپور بانکی هم بود، دینمی سایکلی که شروع از منظوری میشه الا راپور بانکی خودش یک دوران برای خود میگیره. اینالی وقتی که تو همی سایکل نفهمی، در پله اول پایبانی، از پله اول بری به پله 4 پایبانی، گد وقت میشه از پیشت موضوع یا نمیشه؟ بنان ما شما ساختارا را، رواندا را باید بفهمیم، سر خود خلاص کنیم. بخیر سلامت باشه. بسیار زیاد تشکر، ببخشید که وقت تا نگرفتیم. انشاءالله در موضوعات بعدی همراه انشاءالله همکار می باشیم. بسیار زیاد تشکر از توجهتان. بخیر باشید.